همان نازم نعمتی که در تاجیکستان استحصال میشد یا که پرورش می‌یابد. یگان چی از خارجه نیست. چی از خارجه میشه؟ اصل تاجیک میوه خشک تاجیکستان خب این سبزوات میوه انگور بین هم از تاجیکستان نه بهشتی روی زمین همین مهنت کردن من چی بشه هیچ که کشنا نمیمونه دیگه اگر هنر نداشته باشی تنبالی کردی بعد هم چی بهانه میشه زندگی ها خوب است بچه ها خواندن ها چقدر است نه است صد باشید استقلالیت صد باشید شما جنابی عالی ما صد باشید ما دهقانیم از نان دهقانی صد باشید بیافتیم خوردیم بچه ها را خواندیم همه یک مهنت خودم یک دادر دارم هم با پدریم با مهنت اولی کسی دست خونم بچه ها را یک بچه را صد باشید این بچه ما دو دکتر هم دختری میکند هم کار میکند هم در زمین مهنت میکند دو بچه بر حاصل میگیرن همه فرزند صاحب احترام بله همین هم فرزندها را تربیه میکنن بخونند خوب زندگی خوب شرایطی همین است آدم اگر جهت اویله‌داری خود داشته باشن زندگی خوبی اویله‌ای داشته باشن عمری با برکت میبینن جناب عالی با یک گفتنی دارم وقتی که شما پرزیدنت شدید پدرم عمر خیرات کرد فرزندا ببینید یک جوانمرد نورانی صاحب دولت نه این راهبر میشود این مملکت ما راهبر شیافت شام راه مملکت ما آباد میشود میدانید که بچه‌ان این سه نام دارد سه نام کتابی امام علی شریف رحمان این رحم دارد ممکن که تاجیکستان رحم شد همه آباد شود همه آباد میشود همه دنیا تنجی میشود صد بار شکر آباد دستگیری مردم قطعی خوریم اگر مردم دستگیری نمیکرد خورد و بزرگ به این روزا نمیرسید چگونه سرسانی چقدر مردم تلف شدن بی خانه و در شدن بدبختی از اومدن شما یه شبهای دارم ما فقط این ارزار ما از پدر شدیم چقدر منادار شدیم چقدر خرسان شدیم قدم شما در خانه پدری ما مبارک شود سلامت باش سهریا چی میخورین؟ سهر چی میخوری؟ جوره؟ نامت چیه؟ افضل شو؟ همین سهریا چی میخوری؟ سهر خوب قصه چی میخوری؟ شیر؟ با چی؟ ها؟ چای نون؟ ها؟ نیسی روزی چیه؟ تخ دارین؟ تخ ها؟ تخ میپزن نیتیان سهریانه نه؟ سیفی چند هستی؟ ها؟ هفت؟ آینده چی میشه؟ چی میداری؟ آرزوات چی هست؟ طبیع میشه؟ نیسی پدرت؟ و یکان اختصاص دیگر را انتخاب کنه ها؟ اختصاص چی شو؟ شما چی؟ ها؟ نامت چیست؟ مایران سیفی چند بخونه؟ سه؟ بای چند قطعه؟ 5 احسن آینده چی میشه یکن؟ آینده معلمه احسن از کدام فن ناز میبینی؟ زبانی مادری زبان ادبیات شعر میدانی؟ از کدام شاعر میدانی؟ از کدام؟ کم خون یک شعر تا خون که السلام علیکم بابا جانی مهربان بابا جانی قهرمان افتخاری تاجیکان خوش آمدید بابا جان بر حصار زرنیسا در خدمت وطن و آینده هستن تیار رحمت با کو یک شعر دیگر چی؟ کدام شعر میدونی؟ درباره مادر کو مادر وطن کو؟ گویند ورا چون زاد مادر پیستان و دهان گریفتن آمد شبها بری گهواره من بدور نشست و گفتن آمد یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ میخواد و گفتن آمد دستم گرفت پا به پا برد تا شیوه را رفتن آمد پس هستی من بیستی اوست
تا هستم هست دارم هست دوست احسان داشتم خدا اون درست کنه ناز بام نشد حتما معلومه میشوی آموزگار بهترین نشه قند تزن شنه جناب دولی هم یه تحفه اولادی داریم یه دیوانی جامی داریم از پدر مونده گرد سال 1901 ده کتابت شده گرد دست نویسه همین سال که بونی کرد نکنیم در شما تحفه کنیم ایمانی رویله ایمان رحمت ما موسیقی میمونیم و میخونیم و میتونیم رحمت سالی چند بودی باید کداگی؟ سالی یک ده کتابت شده گردی کداگی جامعی شیرچای نشایسته میگن جای شما را نکردین؟ ما چای نخوردیم که میریم در خونه چی داری؟ دیگ ده چیه؟ اوموچ؟ کو بیار بینیم بیار اوموچ تا بیار بینیم کو بار دو طبق ده؟ آمازه کلاس مخصوصا آدم های 30 سال رفتگی در بسیار چیزی باید هم باقوت است هم ملایم است روانی باید خطیه میکنن زر خطی وقتی باید میکنن با یک چیزی دیگه هم است او روانتر روبیش میکنن روبیش وقتی مسکره پختنده مسکه او میکنیم درونی مسکه در جوشیدگی در میاندازیم همین خیلی وای میکنه بعد جوشیده آخران بعد میگیرن نزدیک همون ترشی مسکه را میگیرن ترشه کنه که بودا که خیلی با قوت بودم در کار خیلی یکی طاقتی وای میکنه با قوت بودم در کار اونا اساسا مادرای ما در فصل تیرما میکردن تیرما کمتر ساقینی دار تابستان هم میکردن و خوردنش مشکل تر بود نه که میخوردن کار که میکردن دیخون بودن میخوردن حضمش حاضر مثال باید کنید مردمی که کاری اگر جسمانی نداشته باشه از میل است وقتش را گوش کم بود که مردم هم چی وقتی میخوردن کار دیخونی شما میکردن کشت کار شما میکردن با مزه نونای چخیلی میپذی اکر کلم؟ نه یکمه نولی نون نتی چند نون میپذی؟ نمودای نون چند نون میپذی؟ کلچه کلم، کلچه میده بر با کلچه چویی میگن خلق ما چپوتی میگن چپوتی فاتیر نون خیلی غاسه کم میکنی نه؟ ریزا میکنی قرطاب میکنی؟ از چی میکنی؟ قط میکنی شما؟ انا ما فاتیری وای خطی میکنیم قاقاکی سنگی نه ما روغن نمیریزیم ما در روغن نمیریزم شما کم ترک وزمینتر است شما رفتگی هم بخیر تو وادی رش فیضاباد همین قطی میکنین خودش روغنی با بلوش در روغن میریزین اما در برعکس فاتیری قاق میکنن اورنول خیلی سنگاکیش هم باید نمیگیم یکی را سنگاکی میگن دیگر کورک هم میگن بعد روغن پیاز میمونن روغن هم میریزن اما بلوش کشیده میگیرد بسیار بلازه میشه دیگه شما بسیار رای قروتوی بست تاوما چی پخته میتونی با چی وای داره تاومای ملی ما با چی کرده میتونی آشی پلو خوب خام شوربا فاتیر مسکه رحمت گوداری میکنید از تاوما شیر بریج شیربت یا این چی خطی میکنید این هم همون شیربت تنکتر روغن در کمتر گرد سرخ میکنیم بعد شیر میریزیم بلوش در روغنی مسکه اتالا میشه نشایسته هم میکنید؟ نشایسته هم میکنید برینجاوا جواری میکنید نه؟ شکراب از چی میکنید؟ شکراب نه من در نظر دارم اینا از پامیدور میکنید
چکا میکنی؟ آبی هم میکنیم آبی شکرو؟ چقدر میکنی اما آبیشه؟ پیاز و گشنیش هم آبو بطیرم میگازیم گشنیش پیازم میکردن مدارای ما میکردن هیچی نیافتد کودکا را سیر میکردن فطیر میکردن بعد کمتر آبی شیرگردن پیاز و امی گشنیچی این چیزها را ریزه کرده و میکردن اگر میشید خانه در آدمی که داشت کمتر همین روغن گوسفنده درون همو چیده میریختند و فطیر را ریزه کرده و میکردن چون با مزه میشه های شکمی کودکا سیر میکردن از اولیچه شکراب کرده ای؟ ها؟ اولیچه دا اوشی میگوی اوشی بریده، اوشی توپا میتونی کرده؟ هم سوت همه برید جوا، برید تیزاوا میکنی؟ چخیلی میکنی؟ گیلچه میکنیم در طبق پیاز ریزه کدگه با وقتی میکنیم آبی سوزان میریزیم و همون گیردچه رو میکنیم قریب توری همین نانای یک تا دو تا نانی آخرانه میمانند و کایبانایی که وای است در سر هم دیگران میکنن لفظتش همونجا است انا گشنیچی خانگی را سخت میکتن نمکی پخسگی قطعی میکتن بسیار وای میشد آب میشد خیلی وای میشد بعد اون کمتر پیازی بخیرم میکتن از همه نغز شوین که قلمفری تر کرده باشه تر میکنن یک شب روز پیشتر و هم میکتن تیزاوا میشن بعد آب شیرگرم میریزن همه نانا 3 بولک یا 4 بولک وای میکنن هم که طبق دا لوی طبق دا میمونن یا بالای رفی دا میمونن های ناز شکراب چکا قطی میکنن پامیدور قطی علایده میکنن شکراب منای فطیر قطی هم میکنن مادری ما اولیچه قطی میکردن اولیچه کوهی است که اولیچه کوهی را خوش میکردن یا که میجوشاندن کلچه میکردن مثل دلانه میکردین شما دلانه نداره نه کمه دلانه را میجوشاندن کلچه میکنن بعد بایشت شکاف میکنن خوش میکنن بنده قطی کشول میکنن رحمتی اوچه میکردن همه را زمستان را تر میکنن یک سوتکه میشه آب شیرگرده ملای میشه بعد هم رو آیسته یک چیزی تازه در میجفن و یوش میگیرن دانه و دیگرش و یک داکه خطی میپالن رنگ چی گوم من همین چکه برای اینم خیلی خدمت میشه تیزی میکنن تیزی همینه کمتر آب میریز تونکتر میشه تیزی میپارتیان هر گشنیچه یکون قلمفر و دیگر ریوای میکنن یکی کمتر تیزتر میکنن بسیار با مزه میشه نانی گرب قطعی شکروی با مزه میشه سمنک میکنین؟ سمنک دیگ دا میشونین یا کلچه میکنین؟ کلچه هم میکنین ها؟ سمنک هم مادری ما وایده میکرد کلچه میکردن بعد وای مانده رنگی فطیر مسکه واره مسکه را مانده وای میکردن به نهایت با مزه میشه مسکه خطی نه سمنک کلچه میکنن دیگران دا میکنن تاوا دا میکنن بعد همون گرماگر میگیرن 3 تاش پایان دا میمونن طبق دایی مسکه تر میمونن بایده بعد 3 تا دیگه بالا میمونن وای میکنن نه وای میکنن کم ترک میشن یکی خوردنش بسیار با مزه است اونا هر کس وای کرده نمیتونه یک وای باشه 10-12 کس هم میرسه نیچی وای میکنن تاومای خوب بودن تاومای میلی نام چی است؟ مبارک شاه نام بسیار خوب کرسی 4 هستی؟ 3 گذاشتی؟ اختصاص چی؟ حالت بانکی نه که زن میگیری اکنون چند رفتی؟ 20 یک 4 سال دیگر وای کن دیپلوم گیر یک جا کار بیاو خب بعد بگیر سروسی من نشو بعد کلینه یک 5-6 سال از صدا جهانتر بعد نشد زندگی با برکت با قدری زن رسن اویلاداری رسن
فهمند زندگی چی است، روزگارداری چی است، اویلاداری چی است، فهمند عقلشون رسد. من دیگه خدمت ندارین. دائما در همین خاندان توی تماشا باشد، خودسندی باشد. صحنی حولی باشد با گل‌های رنگارنگ زینت یافته است که از ذوق و سلیقه بلند زیبای پسندی این خانواده درک می‌دهد. طلبشو دولتов اساساً طبیب است و 27 سال این جانب به اهالی خدمت می‌رساند. من از اون شنیدم که پیشوای معظم ملت به خانه ما تشریف آوردن و از زمین نزدیحالگی ما دیدن کردن. از اومدن جناب عالی ما روح بلند شدیم. از این بعد خدمتی دوچند خواهیم کرد. هر نفری که در زمین زحمت میکشد البته ثمره نیک میبیند. من 27 سال سابقه کاری طبی دارم. بعد از کار اومده در زمین نزدیحالگی خودم مهنت میکنم. این اردوی درینه ما بود. در وقت پدر ما وقتی جناب عالی پرزیدنت ما فرزندا رو فیراد کردن که بچه‌م بیایه این جوان مرد نورانی را بینه، نو مملکت صاحب خدشه یافت، راهبر خدشه یافت، انشاءالله مملکت آباد می شود. ما فرزندا هم اهل اویله دهقانه دادر ما که ابرش کلونه میوه ایکار وقتی خود را در درون زمین با اهل اویله همه کسا وقتی کارتوشکا میشه ما کارتوشکا چینی می، وقتی پیاز میشه ما پیاز چینی می، 100 بار شگر میگیریم با میبریم، وقتی سالونی با پر میکنیم. این زمین ها ما 2 بار 3 بار حاصل میگیریم. ما این زمین ها استفاده میبریم، وقت خالیش نمیمونیم. شگرانه که ما مادرها در این دنیای تنگ، در این دنیای آب علی رحمان به اهل عائله طلب